سلام بچه ها، به چنل یوتیوب من خوش اومدین. از این به بعد قراره که هر ویدیویی احتیاج به توضیحات داشت اینجا آپلودش بکنیم. خب اول میخوام در مورد همین پیشبندی که قراره بدوزیم صحبت کنم و در مورد الگو کشیدنش و اینکه کلا ساختارش چه شکلیه و برای کسی که تا حالا انجام نداده راحته یا نه. خب منظورم خیاطی انجام نداده. ببینید به نظر من راحته، ولی حالا باز بستگی داره که چقدر از خیاطی خبر دارین و کلا یه دوخت ساده هم بلدین با چرخ خیاطی انجام بدین یا نه. فکر میکنم دختر خانوما که خب قطعا بلدن، چون که یادم توی درسای مدرسه داشتیم حرف و فن و اینا، باید اونا رو انجام میدادیم. حالا نمیدونم دیگه چجوری باشیم، ولی کلا به نظر من راحته. من خودم هم زیاد خیاطی بلد نیستم، یعنی تخصصی بلد نیستم، ولی تجربه دارم. یعنی همیشه کنار مامانم وقتی خیاطی میکرده نشستم، حالا یا الگو کشیدم یا حالا بالاخره یه کاری با چرخ خیاطی داشتم. ببینید کلا اولا بهتون بگم که الگوها رو به شکل مستطیلی ما در آوردیم و کلا من خودم برای خودم اینجوری توی ذهنم کنار هم دیگه گذاشتم تا تونستم راحت خودم تنهایی انجامش بدم. یعنی بدون احتیاج که مامانم مثلا بگه چی کار کن و اینا اصلا نبوده، همه رو خودم انجام دادم و دوختشو زدم. این شکلی برین جلو. در مورد الگو رو کاملا با توضیحات کامل نوشتم و حتی زدم که از هر کدوم چجوری و چند لایه احتیاج دارید. بعضی از مستطیلا رو باز گذاشتم، مثلا وقتی نوشتم 27 در طول دور کمر در طول مستطیل، خب وقتی گفتم 27 یعنی شما این 27 رو باید بذارین روی هم دیگه و این 27 رو تقسیم بر 2 میکنید، چون وقتی میدوزینش 2 لایه میشه. اینجوری سایزش رو زدم پس گیج نشین. ولی یه جایی که خب اون بندا بودن قشنگ گذاشتم دیگه، مثلا گفتم که فکر میکنم 22 در باز دوباره دور کمر یا اندازه ارتفاع اینجا تا پشت کمرتون. و از همه مهمتر در مورد جنس پارچه صحبت بکنم براتون و در مورد اینکه چه متراژی احتیاج داریم. برای یه پیشبند ابزار زیاد احتیاج به پارچه نداریم. منی که سایزم 36 یه مستطیل 42 در 30 42 در 32 داشتم که 2 لایه بود. خب پس یعنی باید اینا همش 42 میشه 84 اینجوری و اینجوری درش آوردم. برای 2 تا مستطیل روشم که همون 27 و اینجور چیزا. خب مثلا اینجا 12 ضرب در 2 میشه، حالا یک چند سانت هم اضافه میشه این شکلی. خب این زیاد چیزی نمیخواد. خب این متراژش شاید 1 متر یا نیم متر، 70 سانت پارچه هم شاید داشته باشین داخل خونه، کافی باشه براش. در مورد جنس پارچه من تترون استفاده کردم. خیلی گشتم در مورد پارچه که چه پارچه‌ای مناسبه برای پیشبند بادکنک آرایی، چون میدونید دیگه ما کار بادکنک آرایی رو خیلی با هیجان و پر جنب و جوش انجام میدیم، یعنی مدام در حال کاریم، یعنی یه دقیقه مثلا نشستن و استراحت کردن نداره. مثلا ممکنه که یه کاری 3-4 ساعت شاید هم بیشتر طول بکشه، یعنی 3-4 ساعت قراره این پیشبند رو تو به کمرت داشته باشی. پس نباید قطعا گرم باشه دیگه، حالا چه میخواد فصل سرما باشه چه فصل گرم، هیچ فرقی نداره، چون وقتی تو حرکتی این اذیتت میکنه. اگر که یا سنگین باشه یا گرم باشه خیلی خیلی اذیت میکنه، من مطمئنم. و کتون دیدم، نمیدونم لینن دیدم، کرپ دیدم، ولی از همه مناسب ترشون پارچه تترونه برای پیشبند. و برای اینکه خب سفت و محکمم اینجوری که میبینید وایسه، باید حتما پارچه‌تون 2 لایه باشه، یعنی تمام الگوهایی که در میاریم باید 2 لایه باشه. برای همین 2 لایه بس حالا بهتون آموزش میدم که پارچه‌تون رو باید برش بزنید. حتی میبینید دامنو هم من 1 لایه در نیاوردم، یعنی اگر که 1 لایه بود به این قشنگی هم نمیشد، اصلا کلا این شکلی نبود. دیگه در مورد متراژ من سایزم 36 بود، 1.5 متر گرفتم و برای یه پیشبند و یه پیشبند ابزار، یه پیشبندی که خب میبینید هرچی که هست اینجا دیگه پوشیدمش.
فقط تازه یه تیکه مستطیل هم اضافه اومد. اما چیزی که بود بچه‌ها، من خیلی نوارا رو هر جا که دیدم مثلا استفاده کردم. یعنی یه جایی نوارایی که میخواستم استفاده کنم چیز نبود، اینجوری نبود که از سر تا سر پارچه صاف باشه. ممکنه یه جاییشو میتونین مثلا 2 قسمت کنین. برای این قسمت شما میتونین که اینجا رو نصف کنین که مثلا طولش زیاد نباشه، چون ممکنه دیگه طول پارچه‌تون نباشه که این طول پارچه بهتون نده اندازه پارچه. نمیدونم از لحاظ خیاطی بهش چی میگن. آره دیگه. بعد اینو باید چی کار بکنید؟ باید مثلا نصف کنین یا مثلا ادامش خط میفته بین اینا. خب اگر دیدین که مثلا دوست دارین کم پارچه بگیرین شاید بتونید یه همچین کاری بکنید. اما میگم من سایزم کوچیکه بچه، سایزم 36ه. کسی که سایزش بزرگتره باید نسبت به خودش حساب کنه و اندازه هایی که میگم کاملا باید دقیق بگیرین. مثلا برای این قسمت خیلی مهمه، اینجا رو مثلا این زدم دور گردن، این خط گردن رو باید در نظر بگیرین، متر رو میذارین با همون ارتفاعی که میخواین چقدر بالا بیاد. حالا به نظر من تا همینجا خوبه، چون بالاتر از اینجا بیاد اذیت میکنه. پایینتر هم باشه خب اگر لباس زیرتون یکم اوکی نباشه اذیتتون میکنه دوباره، یا مثلا یه طرحی داشته باشه مشخص میشه دیگه، جالب نیست. متر رو بذارین قشنگ روی بدنتون، از این قسمت تا این قسمت اندازه گیری کنید و باز دوباره از اینجا تا این قسمت دور گودی کمرتون اندازه بگیرید و اینا رو همه رو حتی میتونید یه سانتایی که من زدم خود شما رو بدن خودتون در بیارید. حالا من دیگه هر چیزی که استانداردش بود در نظرم نوشتم و این قسمت ها رو مثلا یه مستطیل این شکلی در بیارین. بعد این طرف و این طرفش رو یکم مثلا 3 سانت از این ور 3 سانت از این ور کم بکنید که به این حالت قشنگ بشه این شکلی. خب نوارا هم همینطور، پهناشو همون قدری که دوست دارید روی این قسمت قفسه سینه‌تون رو بپوشونه بگیرید. حالا شاید دوست داشته باشید که مثلا یکم کوچیک‌تر باشه، نمیدونم دیگه. این چیزاش بچه‌ها دیگه خیلی تخصصی میشه، من واردش نمیشم. و در مورد دامنش یه الگوی دامن کلوش ساده‌ام که بزنین، اگر متوجه توضیحات من نشدین توی گوگل براتون میاره که باید چی کار بکنید، ولی اصولا الگوش همینه. حالا منظورم اینه که اگر ویدیوی آموزشی هست اونا رو ببینید، خب بهتره قطعا. عرض پارچه منم بچه‌ها 1.5 متر بود. شاید بعضی از تترونا هستن که عرضشون بیشتره، مثلا 3 متره. اینم بهتون بگم که اگر پارچه تترونی پیدا کردین که یکم صدا میداد و خشخش میکرد، بدونید این پلاستیکش زیاده، بهش میگن نانو فکر میکنم. اینو نخرین، اینا خیلی گرمن، خوب نیستن. کلا میدونید دیگه هرچی پارچه نخی باشه خنک‌تره و بهتره. پس حتما به جنس تترونی هم که میگیرین توجه بکنید، استناد نکنید به حرف فروشنده، حتما لمس کنید پارچه رو تا متوجه بشید که این جنسش چجوریه، نخی نیست. پارچه های پلاستیکی خیلی مشخصن، صدا میدن و مثلا اینجوری که میکشین روی هم دیگه، نمیدونم صداشتون میکروفون بیاد یا نه، یه صدایی میدن، میبینین اصلا زیاد چیز نداره و خب هم زود لک میشن هم سنگینن، خوب نیستن دیگه، از اونا نخرید، گرونتر هم هستن اتفاقا. در مورد دستمال سرم هم بچه من ساتن داشتم تو خونه و اینو خیلی رنگش رو دوست داشتم، استفاده کردم و این رنگ برندم هم بود، رنگ بنفش بود، به خاطر همین اینو استفاده کردم. خوبی این پیشبند اینه که زیرش همه چی میتونی بپوشی. به نظر من هودی میشه بپوشی، دورس میتونه بپوشی، بادی میتونی بپوشی و شومیز که میبینید من الان پوشیدم، شومیزتون هم هر نوعی میتونه باشه، حتی بافت هم میشه زیرش پوشید. خیلی راحته، خیلی خوبه. دیگه زیاد توضیح ندم، شما با دقت به توضیحاتی که میدم، متنایی که میذارم گوش بدید و بخونید و از روی الگوها هم یه عکس بگیرید. بازم اگه سوالی داشتین در خدمتتون هستم. بریم برای آموزش.
اول پارچه رو دولای بسته از سمت وارونه پهن بکنید و طبق الگو برش بزنید. الگو هم که کاملا توضیح دادم که چقدر احتیاج دارید و چجوری باید درش بیارید. اینا دیگه همش مثلث و شکله. وقتی در آوردید باید پاکتی بدوزید. پاکتی هم یعنی این که 3 جهت دوخت میخوره و یا مثلا یه قسمت کوچیکی باز میمونه برای اینکه پارچه رو برگردونید. اینا رو وقتی در آوردین از یه طرف هم که بزنید ببین 2 طرفش دوخته میشه، یه طرف باز میمونه برای نواری ها. خیلی راحته. بعدم دوخت میخوره دیگه این مستطیل میشه. برای دامنش هم باید طبق این رفتار کنید، یعنی این الگو رو داشته باشید، از روش اسکرین بگیرید، یه طرفش باید دولای بسته باشه، یه طرفش دولای باز و متر رو میذارید روی یکی که نه، یعنی در واقع همون اون طرفی که دولای بسته هستش و اول 1/3 دور کمرتون رو منهای یه همچین دایره‌ای در میارید و برای قد دامنم اون 1/3 دور کمر منهای 1 رو به اضافه قد دامن مد نظرتون کنید و از همون نقطه مستطیل مربع بگیرین به صورت پرگار نیم هلالش رو بکشین. وقتی که آماده شد من همه رو همونجوری پاکتی دوختم همونطوری که گفتم و حالا وقت اینه که یه سری قسمت ها رو به هم وصل بکنید دوباره. من اینجا دیگه برش گردوندم و اتو زدم. این قسمت روش آماده است. این قسمت ها رو احتیاج نیست که بدوزید و این قسمت ها رو باز بذارید، خیلی راحت میشه کارتون. مثلا اون زوزنقص چیه؟ اونو اگر 2 طرفش رو ندوزید مشکلی نداره، فقط اینا همش میرن توی دوخت چون قراره به اون 2 طرف دوخت بشه. و اولم دامن رو به کمری و 3 قسمت بالا رو هم جدا میدوزین، بعد اینا رو به قسمت کمر میدوزین. یعنی اون 2 تا مستطیل رو به اضافه اون زوزنقه به هم دیگه وصل میکنین و بعد به کمر و دامن هم جدا به هم دیگه میدوزین. رو به رو باید باشه و بذارین روی چرخ وقتی پارچه ها رو میخواین بدوزین اگر تا حالا خیاطی انجام ندادین. حالا خوبه که یه کمی سرچی بزنید در مورد خیاطی توی اینترنت اگر که نمیدونید اصلا. خب من شرایطش رو نداشتم که کاملا نشون بدم چون مثلا نصف شب بوده داشتم انجام میدادم. ببینید الان نشونتون دادم اینا به هم دیگه دوخت شدن. مثلا بند پشتشو من دیگه برای شما یه جور دیگه طراحی کردم که راحت تر باشه. کمری جدا میخوره ولی بند حتما باید به این قسمت کمر دوخت بشه. اینا رو وقتی پوشیدید باید اندازه بزنید، با سنجاق بزنید، با سوزن تهیه و بعد بدوزید به همون قسمت کمرتون به صورت ضبدری. این قسمت رو من چسب دادم دیگه. شما اگر بندش رو بلند گرفتین لازم نیست که چسب بزنید، به هم گره میخوری و 2 تا بند نداره، یه بند داره. میبینی از من یه بند باریک داره، اونو دیگه نداره، شما فقط همون یه بند پهن داشتین. از این طرف هم بهتون نشون دادم که چجوریه. خیلی راحته بچه‌ها. یعنی اگر دوختم که زدین هر دفعه اتو کردین خیلی کارتون تمیز میشه. پارچه هم دولایه کردیم چون پارچه تترون خوبه که این شکلی باشه. اگه تو هم کار بازکنکاری انجام میدی باید اگه تو هم کار بازکنکاری و دکور انجام میدی حتما باید یه دونه از این پیشبندی که من برای خودم دوختم تو هم برای خودت بدوزی. برای پیشبند ابزارم من 2 تا مستطیل دوباره پاکتی در نظر گرفتم با همون سایز و ابعادی که بهتون توی الگو گفتم
و اینا رو دوباره از 3 جهت چپ و راست و پایین با فاصله 3 سانت از بالا میدوزمش به این مستطیل. خب یعنی اول بزرگه رو میذاریم پایین و کوچیکه رو 3 سانت فاصله میدیم میذاریم بالا. اوکی متوجه شدین؟ و برای جیبش هم که فقط باید یه عمودی رو قسمت مستطیل بری. برای اون بند پشتش ببینید دارم با دستم نشون میدم که مثلا جیباش باید چه جایی دوخت بخوره. الان بندش هم بهتون میگم. این چسبای مشکی هم که خب اسمشون رو نمیدونم توی خرازی ها هست، میتونید بگیرید. اینا برای نگهداری ماریا هستن. برای بند اینم حتما 2-3 ردیف دوخت بزنید که محکم بشه. اینم دارم بهتون نشون میدم که کلا جیبا و همه چی بشه شکله و نشونتون میدم که بادکنک ماریا چجوری داخل این قرار میگیرن. قسمت دستمال سرشم من یه مثلث در آوردم و یه نوار دوباره برای قسمت هد روی سرم. دوست داشتم مدلش اینجوری باشه. حالا من زیاد روی این دقت نمی‌کنم چون که سلیقه‌ایه. خب بعضی دوستان اصلا مینی اسکارف داشته باشن، دوستان کلاه بذارن سرشون، مهم نیست.